خب سلام علیکم بچه ها. این درس هشتمین است اویدی برنامه اگزل. خب در این درس ما با شما دوامی همون موضوعی که گذاشته بودیم همون رو میگذاریم و در این درس باشد همین جایهایی که باقی مانده داشتیم ما میگذاریم. برای اول ما اینها رو جمع میکنیم، یعنی برای افتاس ما اینها رو میبینیم که اینها همگی چند نفر خواننده میشود. با افتاس ما پخش میکنیم، خودش با طور خودکار حساب واسط میکند و جمعی اونها رو با ما میبرد. دویمینش رو هم همین خیل. خب یعنی شماره عمومی خوانندگان ما 367 نفر شد و دخترانش باشد 183 نفر. خب بهای پنج اونها رو یعنی وابسته به مطابقت همین دیسینفی بالایی رو میگیریم. مثال میگیریم همگی 20 نفر خواننده داشت، بهای 5 نفری اونها گرفت. خب بهای 4 باز 5 نفری اونها گرفت، بهای 3 نیز 5 نفر و بهای 2 نیز همین خیل 5 نفری اونها گرفت. همه این رو جمع کنیم 20 میشود، یعنی همه اونها برابر با گرفتن. ما اکای روی خودمون همین خیل گرفته استودیم، اما در اصل میتواند که بها گوناگون باشند. خب چخیلی که نباشد ما همه اینها رو برای مثال آورده استودیم. خب در آینده باز چخیلی که باشد خودتون درستش میکنید. نویسندیم، ما فرمولا نویسیده میگذاریم. خب زبان رو تغییر میدهیم برابر. ما اول این خونچه رو انتخاب میکنیم، یعنی یه چور. خب ضرب 100 تقسیمی خب اسی چور. یعنی در فایز با ما علاقه گفته شده است که بهای 25% است از همه بهاها. خب این رو میدونیم، در این هم خود همون فرمولا رو منویسیم، فقط در اینجا علاقه ایچی 4 می شود. خب ضرب 100 تقسیم اسی خب 4 اوکی. خب در اینجا یک کمتر خطاگی شد به فکرم. بله خطاگی شد. ما در اینجا H4 موندیم، H4 نیم G4 میمونیم اینجا. خب G4 نکن حسابی ما درست میشود. در اینجا باشد ما مثال میگیریم باز همون فرمولا رو ای سرکه فقط با کوردینات های دیگر می نویسیم. ای 4 خب ضرب 100 خب تقسیم اسی 4 علاقه میبینید که همه بها را با ما گفته است که 25% با دست آورده است این صنف، چی بهای 5 چی 4 چی دیگرش باشد. در اینجا می نویسیم کی خب کی 4 ضرب 100 تقسیم اسی 4 همه بها 25%. اگر شما میخواهید که این خانچه ها رو تغییر دهید و همه رنگ های اونها یخیله نباشند با شما میتونید آزاد این کار رو اجرا کنید. مثال خانچه هایی که در ترتیب رقم است هم اون رو ما انتخاب میکنیم، یا اینکه از سرشوی تا علامه رقم 15. در اینجا ما از این رنگ ها یگان رنگی خب بین اول رنگی که با ما از روی خط پیشکش میشود انتخاب میکنیم.
برای صنف‌های دیگر رو انتخاب کردم از رنگ دیگری استفاده میبریم. کمتر دیگر رنگش رو حلش میکنیم. شماره خوانندگان رو نیز از این رنگ استفاده میبریم و این طرف رو باشد از رنگ دیگرگون سه رنگتر و این طرف رو از همون رنگ و به رنگتر فهم شد. خب بهار و با رنگ یابان همین انتخاب میکنم و چخیلی که شما لکه فهمید با دل خاطر سن همین خیل انتخاب کرده میتونیم. یعنی بهای 5 رو چک نمیشم، فقط فویزای اونها رو بیدرنگ کنیم. مثال میگیریم بهای آلو فویزی بهای همه فویز ها رو یک رنگ انتخاب کنیم خوب میشود. با طب ذوق شما چه خیلی که میخواهید آن همون خیل انتخاب کنید. بهای درمان به رنگ سرخ اشاره میکنم و هر حال بهای دو این بعد است. و بهای سه رو باشد باز یکون رنگ دیگر انتخاب میکنیم. مثال بهای چهار رو علاقه کمتر سوستر میشود، از این رنگ ها یا کمتر استفاده بریم خوب است. و بهای 5 رو باشد چه رنگی که با خود شما مخلص میتونید استفاده برید یا همون سفید خودش بیستد. و با اکنون میگذاریم با فرمولای از خود کنیم. در اینجا ما فقط میمونیم برابریم. خب قوس میکشویم، در قوس مینویسیم Y4 جمعی خب G4 جمعی E4 خب قوس رو میکشیم ضرب 100 تقسیم S4 خب چقدر که میبینید با ما میگوید که از خود کنی یعنی 75 فویز. آن اکنون 39 رو میبینیم. برای 39 رو دانستم. خب ما می نویسیم برابری خب E4 در این رو هم ما در قوس گیریم بهتر میشد، برای که اول باید علامت جمع را کار کنیم. خب ای جمعی G4 قوس رو میپوشیم خب ضرب 100 تقسیم S4 خب حالا که میبینیم که صفرناکی 50 فویز. اگر با فرمولا دقت داده باشید فرمولا همین فرمولا هایی که در اینجا ما استفاده بردیم همون است، فقط در از خود کنیم و بهای دو رو با حساب نگرفتیم. سبب در آن است که بهای دو این علاقه کدک یکان چرا از خود نکرده است، برای همین بهای دو رو نمیگیریم، فقط بهای 5 4 3 رو و در صفرناکی باشد ما فقط 5 و 4 رو میگیریم. خب این در اینجا فرمولا ها رو ما نویساندیم، برای که فرمولا ها یکی از خاصیت های خوبی دیگر اکسل در آن است که یک بار ما میتونیم همه همین نوشتگی ما رو فرمولا بندی کنیم. یعنی در یکی از آنها ما فرمولا ماندیم، از آن همه قسمت پایانی انتخاب میکنیم و طرف پایان میاریم. علاقه چخیلی که میبینید بها یعنی فرمولا ها مانده میشود خودشون و همه آنها صفر برآمد. این از آن آگاهی میدهد که بهایی که ما در اینجا وارد کرده ایم علاقه مانده شده ایستاده است.
یعنی فرموله هایی که هر یک در هر یکی اونها ما یک تا نمی نویسونیم در اینجا همه اونها خودشون تیار مونده می شوند. خب اگر شما بگید که این فرموله ها نادرست است یا که این خیلی آوردن طرزی نادرست است، ما را میسنجیم. در این مثالی در صنفی 7 ما یگان بها رو وارد میکنیم. مثال بهای 5 3 عدد. مثال اینا علاقه میبینید بهای 4 5 عدد. خب چون که میبینید از 34 نفر ما فقط 8 آدم رو موندیم، یعنی بهای 3 23 عدد. خب بهای 2 شد همین رو اگر در جمع خطا نکرده باشم باید که 3 جمع 23 26 26 جمع 5 21 جمع 34. یعنی از اینجا با ما میگه که از خودکنی 91% و صفت نوکی 23%. از اینجا معلوم شد فرمول درس هشتم ما با آخر رسید. تا باشه تا انیشن